هم دنیا در هم در آخرت. اولین چیزی را که بیان کرد گفت من چی هست که لسان ذاکر، کسی که زبان ذکر کننده داشته باشه. زبان ذکر کننده همین زبان ها امروز خیلی که هم دور هم زمان و هم مثلا دیگر سبباشه که زبانمون دیگرگون شدگی است، ولی گپ زدنمون دیگرگون شدگی است. ولی امروز یک کس قطعی اومدیم گفت از ایرانی و افغانستانی قبوده که گفت گپ میزنه پروفسور ما خیلی گپ زدن نمیتونن. گفت یک رهروکش گفت زنه گپ میزنه، گفت همه تمام دانای ما پروفسور اکادمیک گفتم یگونش بیکنسپی گپ زدن نمیتونه، رهروکش همین گپ میزنه که کدام علوم افغانستان رو شهید کردم و خفاندمش. بعدم خیلی که چی به اوی خیلی هم گفتم واقعی حکومت سویتی 70 سال نه در ایران بود نه در افغانستان. همین خیلی شدیم که ما هم تری شدیم دیگر، دور موندیم، عقیب موندیم، تأثیر شد. بعد شده است که همین بعضی ناموی کوچه ها، ناموی محل ها، ناموی درخت ها نمیدونیم دیگه به اکاتسیا و دوب و ساسنه و نمیدونیمشون دیگه به توجیکی. بعضی کلمه‌ای از بعضی جوری هست که بعضی محل‌های از یه ناموی را داره که همون تماماً به ملت ما و اسلام قریبی نداره. همین سبب شد که همین چیز از خیلی عقیب مانده شد. لسان ذاکر پیامبر صلی الله علیه و سلم شخص ذکر کننده و شخصی که ذکر ندارد فرقشان را بیان کرد. مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکره کمثل حی و المیت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت مثل کسی که ذکر خدا دارد و کسی که ذکر ندارد مثال زنده و مرده هست. کسی که ذکر ندارد زبانش او مرده هست، کسی که زبانش ذکر دارد او زنده هست. زنده آدم را میگن که ذکر دارد، خالق خودشه، مالک خودشه، رازق خودشه میشناسه و ذکر میکنه، ایره زنده میگن. مرده کسی را میگن که ذکر ندارد. حضرت خواجه حافظ میگو در این حلقه کسی زنده نیست، چی؟ حلقه زنده نیست به ذکر، با او با فتوای من نمورده جنازه کنید، با او نمورده با فتوای من جنازه کنید. اگه همون آدم نمورده است نه که فتوای من قطع جنازه شو بخونین. این همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله است که کسی ذکر ندارد و منزله مرده هست، کسی که ذکر دارد و منزله زنده است. بعدا همین ذکر همین قدر فواید زیاد داره که ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که هر بار میگه که در یه حدیث میگه 100 بار روزی پیامبر صلی الله علیه و سلم استغفار میگو. در دیگر حدیث صحابه میگه که قبل از نماز شام بعد عصر میگه چشممان به لبهای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم همین تا دوخته شدگی بود. 70 مراتب میجنبید استغفر الله استغفر الله. همین تا هم ذکر زبانی و هم ذکر قلبی. حتی کسی همین ذکر را بکنه اگر میگه 70 مراتب تکرار کنه سوره کیام ولدته مثل طفلی که نم از مادر تولد شده گناه های صغیرش همش همین خیلی میریزن. انا که گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم و این فضل درجهش که گناهش میریزه همینه که ذکری هم زبانی باشه و هم قلبی باشه. مثلا یک بار استغفر الله که گفت رو به خدا آورد، طلب مغفرت کرد، همه گناهاش رو پیش رو بیارن. خدایا اینطوری گناه دارم، اینطور رسیایی دارم، دروغگویی دارم، خیانت ها دارم، دزدی ها دارم، حق مردم خوری ها دارم، نمازام قضا کردم، نمازام ترک کردم. همه گناه ها رو به یاد بیاره و بعد چی بگه استغفر الله، گناهاش بخشیده می شود. اکی خیلی نه که همین از تسبیح ها بگیره بعد استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله هفته بود تمام دیگر کرد. این خیلی نه، ذکری باشد که هم به زبان باشد و هم به قلب باشد. و ذکر برادرای عزیز یک عبادتی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم حالا که ذکر خودش چی نگفته که همین ذکر خودش عبادت هست. یک عبادتی هست که محدودیت نداره. تو اگر طهارت نکنی نماز نمیتونی خوندن. تو اگر گرسنه نمونی از سحر تو بگه او روزه گفتش نمیشه. تو اگر
مکه مکرمه نرای در اونجا چیه؟ حج کردن نمیتونی در دیگر جو. هر چیز وقتشون یک شرطی دارم. همین ذکر همین قدر یک عبادتی هستن که کارا داری نداری، خواب هستی بیدار هستی، کشپالو هستی، در راه رفتی سای، کار کردی سای، کلام زدی سای، کدام حالتی ده که باشی زبانت باید به ذکر عادت کنه. همین زبان به ذکر وقتی که عادت کرد قلب نورانه میشه و ویسته ویسته. از همین زبان به دل یک راهی هست، یک سیمی هست که اینجا وقتی که زیاد گفتن که گرفتی به حضور قلب قطعی دل پاکشیدن میگیره. از همین دل سیاهی قلب یگانه چیزی که نیست نابود میکنه، دل روشن میکنه، تازه میکنه، همین ذکر است. بیشترم همین گذشته همون خدا رحمت شون کنم که هم پیرو مسافید و هیچ که اونش به تسبیح نبود. همین تسبیح در دستشان سبحان الله الحمدلله گفته سای مرد میگو. همین خیلی بعضی با تابه خوش از اینه که نام پیغمبر رو میشنید چشموش پریوب میشید. و این ذکر میکردن قلبو توزه بود. ولی دیگه این چور سلفی برومد دیگه این بیچورو دیگه تسبیح بدعت بروادن. این بدعت هایی درست نیست. پیغمبر تسبیح نداشت. و پیغمبر وظیفه سنگین‌تر و مشکل‌تر بود. پیغمبر رو تا وقتی نداشت که دیگه تسبیح و گردونه بشینه. او وظیفه پیغمبری کاری اصلا نبودی. 23 سال در منصب پیغمبر صلی الله علیه و کرد. 23 سال شرق تا غرب دنیا همه اسلام گرفت. حضرت نوح علیه السلام کلما دعوت شب و روز کرولسو تشنه 24 ساعت دعوت میکرد. در 24 ساعت همگی چند نفر انگشت‌شمار مسلمان شد. موقعی در کشتی او را جو کرد خلاص. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دید چه خبره؟ این کاری آسان نیست. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم هم نداشت، حضرت ابو هریره داشت، حضرت فاطمه زهرا داشت، حضرت زینب مادرمان داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را دید، همین در دستشون دیده، منعش نکرد. حتی بدتری که ما نداشت، بعضش انت بندی دراز بود، گره کردگی هم را حساب میکرد. بعضش حضرت ابو هریره دانای خیرما را جمع کردگی بود، همون را در یک خلطه و گرداندن دیگه. دیگر فایدهش همینه از حسابی تیبنی بعضی عصب شناسا هم میره بیان کردن جه همه دکتر دیگه میترسیم از دکتری گوزن. همین سیستم عصب حواس خمسه که در آدم وجود داره، حواس خمسه این لامیسه هست، مثلا ذائقه هست، خب همین حواس خمسه این بویایی و چشایی و همه ها مثلا سیستم وقتی که در مرکز در اینجا که هست همینجا تشخیص میکنن. همین یک سرعت داره که سرعت خدا خودش میدونه چند قدر است. که مثلا نمیگشتم یک بار میبینم میره همین در تشخیص میکنه که کیه چیه در همین در یادت میاد. یک سرعتی داره خدا میدونه. وقتی که در مرکز هستیم سیستم عصبی همین حواس خمسه همه که در بدن پنشیدگیه ایو رزویچیکوی همین مرکز هم. این چشم هم که نبینم قبیل میگن دیوله میگن مویه میفهم. این قبیل میگن لطه علاقه قبیلن یعنی قطعی در اینجا رزویچیکو میبرن، در اینجا تشخیص کردن میگیرن همین حواس خمسه رو در مرکز. همین اومدگی سیستم عصب و همین لامیسه ای که در همین سرای انگوش وجود دارن، گرمی رو میفهمی، سردی رو میفهمی، سختی رو میفهمی، مثلا که خشکی رو میفهمی، تری رو میفهمی، بیا همه در همینجا هستن. همین کنشنیکوی نیروی سیستم در همینجا که هسته وقتی که همون دونای همون را دونه سبحان الله الحمدلله همین تا که گفتن میگیره، هم قلب در آرامش پیدا میشه و هم عصب در و آرامش پیدا شدن ایره الله میگه که الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که فقط و فقط خداوند میگه به ذکر ما قلب های شما آرامش پیدا میکنه. این فکری دنیا را کنی همین پول و مول و چیز چورا را، یا فکری کنی که همین منصب بگیرنش، همین وظیفه دارو را منصب میگیرن، میگه مونادیده میگه پشتی همون زلده میگه از کاری تایور سودگی هست. همین وظیفه میگیرنش طلب دلشو میزنه میگیرن بور میکنن میبرنش. همین دنیا را غم اندوه و کار بور شدم همین خیل میکنن. اما ذکر الله خداوند میگه تطمئن القلوب، دلای شما در آرامش پیدا میکنن. همین تا ذکر کردن میگیره در دلش را عصبش همین تا آرامش پیدا میشه. دیگر همین یک علت داره همین تسبیح که بعضی از
مردم های دیگه تسبیح نمیگن، میگن که تسبیح چیه؟ میگه قمچین شیطان میگن، قمچین شیطان. همین شیطان میدیده. ما نمیگیم فرض واجب سنت صحابه بسیار شرط شروع، اگر کسی داشته باشه بسیار خوب. همین یک خاصیتی داره، تجربه خودم که این همین در ماشین در جای برای همون نباشه، اگر همین هش تمام پریشونه، همین که در دست باشه حتما که ذکر کردن میگیره، همین دهنت اتوماتیک در ذکر میدروید. انا یکی از خوشبختی ها، یکی از خیری که خیر دنیا و آخرت است، پیامبر صلی الله علیه و آله گفت کسی است که لسان ذاکر، شخصی که زبانش به ذکر عادت داشته باشه، به ذکر عادت داشته باشه. که همه ذکر بعدا از مدنیت ما و شما بود که مثلا یک کس میگفتن مرده است، باید چی بگیم؟ انا لله و انا الیه راجعون. شرط کده جواب یامده چی؟ ما همه خلق کرده الله هستیم، بازگشت ما فقط و فقط به سوی الله هست. شنیدیم انا لله و انا الیه راجعون. کدام مصیبتی که باشه، فقط مصیبت مردن نیست. حتی که چراغ میگه خاموش شد، حضرت عایشه مادرمون میگه که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه مادرمون در همین میگه و همین چراغ خاموشیدن خودش مصیبته. همین چراغ نباشه اگر بود گردون میشه، دیلتن میشه. خب در خبری خوش شنیدن باید الحمدلله بگیم. در مصیبت انا لله و انا الیه راجعون، در خبر خوش الحمدلله الحمدلله ماشاءالله. در خبر تعجب شنیدن، یک یگون گپ تعجب میگن کو، در تعجب شنیدن میگن سبحان الله سبحان الله. در یگون چیزی مثال بود جدوشی الله اکبر، یا یگون مثلا حالت دیگه در لا اله الا الله. همه چی از زبان و همه عادت کنن. یا یگون سفر و یا روز دیگه کردنی باشی باید چندن انشاءالله باید بگی. حتی انشاءالله در سوره مبارکه کف الله عزوجلال بر پیامبر امر کرده است که از پیشش هر کار به انشاءالله نه و هر کاری در آینده است حتما انشاءالله بگو. اگر خدا خواهد، خدا که نخواهد هیچ. انا یکم چیزی را که گفت خیر دنیا و آخرت است، چی است؟ زبان ذکر کننده. نوابسته در کار هستی، در بار هستی، در راه هستی، کشپلو هستی، و تکیه هستی، خواب هستی، همین ذکر خدا قطعی باید که زبان تو عادت